امرخیل صاحب، تشکر از اینکه فرصت دادین تا در مورد وضعیت امنیتی غزنی صحبت‌هایی داشته باشیم. امرخیل صاحب، با توجه به موقعیت غزنی، موقعیت استراتژیکش و نزدیک بودنش به کابل، یک نگرانی هست حضور جنگجویان خارجی در غزنی. جنگجویان خارجی در کدام نقاط غزنی هستند و چه نوع فعالیت‌هایی دارند؟ در ولایت غزنی تقریبا 142 بانگروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی‌های مختلف. به شما بهتر معلوم است که ولایت غزنی دارای 230 کیلومتر شهرهای شرن و شهرهای نمبر 1 داره، 18 ولسوالی است و 6 ولسوالی ما دارای تهدید بلند است. در عقب جنگی که فعلا در افغانستان رهبری میشه باز ولایت غزنی اصلی هسته جنگ خارجی ها رهبری میکنه که در شامل عرباس، چچنیاس و افراد اتباع کشورهای آسیای میانه است و پاکستانی ها و وزیرستانی هاست که یا مرکز توقیداری ما رو بره میکنه و تقریبا 80 نفر خارجی ها در عقب از جنگ در غزنی رهبری میکنه. در ولایت غزنی یا زیاد کوشش کردن که تلفات بده به نیروهای دولتی و ولسوالی ها سقوط بده که به اهداف خود نرسید. امسال تقریبا ما 785 حملات خرد کوچک ما دفع کردیم از دشمن و به دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده. طبعا جنگ اعلان نشده که در مقابل مردم افغانستان و سرزمین ما ادامه داره. ولایت غزنی هم در محراق توجه دشمن قرار داره، خصوصا شبکه‌های استخباراتی خصوصا پاکستان که در اونجا نظر به حساسیت‌هایی که مثلا موجود است یا میخواد که در آینده پلان‌هایی که دارن و مفکوره جنگ که دارن میخواد که در ولایت غزنی جنگ قومی و مذهبی را هم به راه بیندازه که یکی از این تحرکات داعش در خاک افغان که هم سرحد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است هم مشاهده می. بله، امرخیل صاحب، چون شما هم گفتین که 6 ولسوالی تهدید بلند هست و چند منطقه دیگه هم در تصرف مخالفان مسلح است. برای اینکه شما بتونین جنگجویان خارجی که 142 گروه به گفته شما هست اونا را از غزنی برانین، چی برنامه‌های روی دست دارین؟ اول خود جنگ ما دفاع مشروع است و دفاع مشروع حق شرعی مردم افغانستان است، به خصوص نیروهای امنیتی. ما در این سنگر حق ایستاده هستیم و جنگ اعلان نشده این جنگ غیر عادلانه است در مقابل سرزمین و مردم ما که شبکه‌های استخباری برانداخته. این خود دفاع حق مشروع ماست، ما متجاوزگر نیستیم. تا زمانی که یک سرباز و یک مرمی هم در جاغور سربازای ما هست از وطن خود، از خاک خود، در مقابل قطره خون سربازای ما دفاع میکنیم و طبعا پلانایی که دشمن داره و میخواد که نه تنها غزنی را میخواد که بعضی ولایت یا ولسوالی ها را طبعا تصرف کنه. اما امسال سالی که گذشت امو استراتژی که داشتن که چندین ولایت باید یا سقوط بده که در ولایت غزنی هم شامل بود، با تلاش هایی که کردن با جمع‌آوری قطعات خود و خارجی هایی که از تمام کشورها و خصوصا از پاکستان کردن نتونسته حتی یک پستی ما را در ولایت غزنی سقوط بده. بله، امرخیل صاحب، چند ولسوالی از جمله ولسوالی ناوت برای چندین سال پیش طالبا بود و بعضی مناطق دیگه هم در تصرف از اونا فعلا هم هست. شما برای اینکه دوباره او مناطق در تصرف خود بیارین چرا اقدام نمیکنین؟ ما اقدام کردیم، پلانایی که ترتیب شده مکمل تطبیق شده، پلانای معربی و عملیاتی ما. نتیجهش چی بوده؟ نتیجهش هم ما برتان گفتم که ما تنها امسال 785 حمله خرد بزرگ، حتی 4-5 موتربمی که پلان داشتن در شهر غزنی. منظورم بر تصرف همو خاک که از دست رفته. در او هم تصمیم داره فعلا که یک ولسوالی ما که ولسوالی ناوست که تقریبا 8 سال یا 9 سال میشه که از طرف حاکمیت دولت در اونجا وجود نداره. دیگه تمام ولسوالی ما فعال است در ولایت غزنی. که شده ما پیشنهاد داشتیم ولسوالی ناوایی که اگر فعال میشه تقریبا 12 نفر نیروز که صرف همین 190 کیلومتر تامین امنیت بسازه تشکیل ضرورت است. بنابراین این زمانگیر است و دی امکان داره که بزرگا و کلانای ما دی زیر بحث ازیا باشه
و شاید فعال شده. یعنی شما میگین که نبود تشکیل یکی از موانع بزرگ در برابر بله. فعالیت ها و کارهای شما؟ تشکیل باید ما چند چیز داشته باشیم در این اصول نظامی و عسکری. اول تشکیل مناسب، نظر به نفوذ، چالش‌های امنیتی و مداخله بیگانه که فعلا جنگ ناعادلانه در افغانستان برآ انداختن. منابع، پرسنل است، تعلیمات است، انگیزه است و مدیریت خوب. بی باید داشته. امرخیل صاحب، یک نگرانی دیگه ای از شورای ولایتی غزنی مطرح میکنن حضور جنگجویان داعش در غزنی. شما چقدر میپذیرین حضور داعش در غزنی را؟ در ولایت غزنی مرکز ثابت داعش وجود نداره. ما شخصا به این عقیده هستم که هر کسی که مردم بیگناه افغانستان به تحت هر عنوان و هر بیرق میکشن، قتل عام میکنن و اگر بیرقای از یا سمبول از یا تغییر هم داره، اما ما باید عمل از یا رو ببینیم. عمل در افغانستان از مخالفین یکسان است. داعش هم مردم هم بیگناه رو میکشه، طالب هم میکشه. اگر بیرقش یا اگر جدا هم است، عمل از یا یکیست. دوم، در ولایت غزنی وجود نداره داعش، یعنی مرکز ثابت. اما راه تردد داعش از پاکستان گرفته به سلسله ولسوالی ناوه و گیلان رسانه که اصلی مراکز از یا در خاک افغان ولایت زابل است. در اونجا خارجی داعش وجود داره، مراکزش هست. دی چند سال میشه که خاک افغان مراکزش هست که یک سایه کوهستانی است. به اینجا یک راه تردد داره. داینده پلان یا شاید داشته باشه که به طرف ازارجات یا ولسوالی جاغوری ما باز ترکات داشته باشه. بله. یک انتقاد امرخیل صاحب از کارکرد و فعالیت خیزش مردمی در غزنی هست. گفته میشه که در بعض مواقع بازار اذیت مردم هم میپردازند. آیا شما جلو این اعمال غیرقانونیشان تانستین بگیرین؟ در ابتدا که من رفتم بسیار مشکلات بود، به تعداد محدود. اما ما کلش انصاف هم نیست کلی خیزش‌های مردمی و پلیس محلی را زیر سوال بیاریم. با خاطر اینکه یکی از اهداف و تارگت دشمن هم از نگاه تبلیغاتی و هم از نگاه وظیفه برشان سپرده شده تا پلیس محلی و خیزش‌های مردمی را یا بندام بسازه. بسیار مردمای محدود که باجگیری میکردن، ظلم ستم میکردن، او مردم ها یا بندی شدن یا صفوف اخراج شدن و فعلا ما یگانه بهترین خیزش و بهترین پلیس محلی در ولایت غزنی داریم. بله. به چه تعداد در چوگات خیزش مردمی فعالیت میکنید؟ تقریبا در حدود 400-500 نفر ما خیزش مردمی داریم که در ولسوالی اندرد، ولسوالی قره‌باغ، ولسوالی مقر و ولسوالی گیلان است. همچنان ما پلیس های محلی داریم دولت غزنی. امرخیل صاحب، یک انتقاد از فعالیت نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح عدم هماهنگی است. یعنی گفته میشه در بسیاری موارد هماهنگی خوب موجود نیست بین نیروها، بین پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی و عملیات ها نتیجه خوب هم نمیده. این موضوع در غزنی چقدر محسوس است؟ در غزنی هماهنگی از ما بین پلیس محلی و خیزش و پلیس نظم عامه بسیار بهتر است. اینمی هماهنگی بود که ما امسال دشمن شکست دادیم، یعنی نتانست که یک پستی ما رو سقوط بده. در مجموع هماهنگی لازم است. یک اصل ضروری هماهنگی با بین هم ادارات نظامی و ملکی است و حکومتداری خوب. در مجموع در افغانستان وظایف باید تشریح شود. پلیس در خط مقدم که از او استفاده میشه باید نظر به چالش اراضی و تهدیدات بلند امنیتی و مداخله کشورهای که نیاتشون داره باید به مو اندازه یعنی امرخیل صاحب، یک انتقاد دیگه ای هست که ضعف در رهبری چنانچه امریکایا، ادارات کمک کننده و کشورهای کمک کننده ای را بارها اشاره کردند. مشکل ضعف در رهبری آیا در غزنی هم دیده میشه؟ منظورم رهبری حکومت کابل است. ما یک گپ تایید نمیکنم مشکل در رهبری. شاید در باز سطح باشه کم، اما 4 اصل است که من به شما گفتم که مدیریت هم در شامل است. اول تشکیل مناسب که ما نداریم، یعنی به سطح غزنی و به سطح مملکت تشکیل مناسب به این معنا میده که تشکیل و تطبیق قوت‌ها نظر به چالش، نفوذ، اراضی و مداخله کشورهای بیرونی باید منظور شود. بنابراین تشکیل، منابع یعنی تجهیزات و معاشات دیگه. شما حالا فکر کنین که یک سرباز
ناتو که در افغانستان بود یا جامعه بین‌المللی تقریبا کمتر از 1.5 میلیون دلار یا در یک سال مصرف داشتن، اما سربازای ما که است امکان داره که در یک سال یا 30,000 یا 4,000 دلار معاش تمام امتیازات، یعنی قابل مقایسه نیست. بنابراین ما این تایید نمیکنیم که ضعف مدیریت است، اما در اینجا باید به این عقیده ما هستم که مدیر خوب کسی است یا رهبر یا قماندان خوب کسی است که قوت‌های کم صحیح درست و استعمال کنه، یعنی سوق‌داری بهتر داشته باشه. با استعمال قوت‌های کم دستاورد بهتر یا بزرگتر باید ما داشته باشیم. ما به این عقیده هستم، اما این که ما بگوییم که ضعف مدیریت است، شما هر صاحب ما که می‌بینید تقریبا 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و تمام تجربه داره در تمام سطوح، خصوصا در فعالیت‌های معربی. امرخیل صاحب، در سالی که گذشت مخالفان مسئله زیاد تلاش کردند تا بعض ولسوالی‌ها یا مرکز برخی ولایت از سقوط بتن و در غزنی هم بعض تلاش‌های جریان داشت. بهار سال آینده را شما چگونه ارزیابی می‌کنین با توجه به اینکه در زمستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح چندان صورت نگرفت؟ یعنی غزنی در محراق توجه دشمن قرار داشت، اما به اهداف خود، به اهداف که ایسای برشان داده بود یا کامیاب نشدن. ما کوشش میکنیم، بر حق هستیم. ما در سال آینده هم تا آخری عسکر خود، تا آخری مرمی خود که در جاور شاهجورای و تفنگای ما باشه، ما از خاک خود دفاع میکنیم. امرخیل صاحب، در بسیاری موارد مخالفان مسلح یا طالبان از خانه های مردم من حیث سنگر استفاده میکنن و از ملکی ها سپر استفاده میکنن. این چقدر چالش بر شما خلق کرده در پاکسازی و تصفیه محلات و برای مبارزه در برابر مخالفان؟ بزرگترین چالش برای ما تلفات ملکی است. بزرگترین چالش اینمی است که شما گفتید. دشمن جنگ در خانه مردم، در اماکن مقدس، در قرجات، در منازم مردم، در مساجد کشانیده. بنان در اینجا نه قانون معربه به ما اجازه میده که ما بالای اهداف ملکی حمله کنیم. اگر دشمن مکار از قریه، از قرجات، از منازل مردم یا استفاده نکنه، ما بر شما اطمینان میدیم که در ظرف یک ماه یا تاب مقاومت آورده نمیده. بله. امرخیل صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم میره بپرسم، برای از اینکه عملیات های شما نتیجه خوبتر و بهتر داشته باشه، آیا شما کدام تغییر یا کدام استراتژی را در عملیات ها روی دست دارین، پیشنهاد میکنین به حکومت مرکزی؟ جنگ در افغانستان باید استراتژی جنگ باید تغییر بخوره. استراتژی جنگ در کشانیدن جنگ مثل مخالفین در قرجات به نفع ما نیست، لشکرکشی زیاد و دستاورد کم هم به نفع ما نیست. ما باید قوت‌های بسیار زبده کماندویی در هر ولایت تعلیم تربیت کنیم، جابجا کنیم و عملیات ها باید کماندویی شود که ما با استفاده از قطعات زبده، قطعات ریزرف‌های بسیار کم، ما دستاورد بسیار بزرگ داشته باشیم. این چند یعنی اگر ما مقایسه کنیم این عملیات هایی که فعلا که لشکرکشی است نتیجه نمیده، عملیات های کماندویی اول مورال دشمن از بین میبره، دشمن محاکمه سرایی کردن نمیتونه، تحرکات افراد کلیدی دشمن منجمد میشه، شارع امن میشه و مورال قطعات و نیروی ما بلند میشه. زمانی که امرخیل صاحب، شما این طرحتان به مسئولین امنیتی شریک ساختین؟ بله، ما شریک ساختیم. امکان داره که سرش غور شود. بله. و تا پاسخ ندادن؟ نه نخیر. بله. شنونده و بیننده های عزیز، رادیو آزادی، ای بود بحث امروزی حقیقت چیست. شما صحبت های آقای امرخیل شنیدین که گفتن که باید استراتژی جنگ تغییر بکنه، در هر ولایت باید قوت‌های مختلف، قوت‌های جابجا شوند و عملیات‌ها باید کماندو شود، تا چون بیشترین جنگ در خانه‌ها و قریجات است و اینا به خاطر از اینکه تلفات ملکی کمتر باشه نمیتونن در قریجات جنگ بکنن و عملیات انجام بدن. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما. تشکر.